بیشتر دوست داری چه تفریحاتی با پارتنر آینده‌تون داشته باشید؟ آخه تفریحات الان تو ایران خیلی محدودتره. کلا تفریحات عجیب غریب دوست دارم. مثلا مسافرت‌های عجیب غریب، جاهای خیلی خاص، خیلی باحال. بیشتر دوست دارم اینطوری باشه. میخواد بره امریکا؟ بالاخره مسافرت دیگه، کشتی هروزی، مالدیوی، بالی. اوه مای گاد، دوست دارم برم کشور خارجی باهاش سفر کنم، مالدیو و کشتی کروز و اینجور داستانه، ولی با این شرایط اقتصادی و این نمیشه همچین توقعی رو از جوونا داشت که برای پارتنرشون این کار رو انجام بدن. نه من قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ به خاطر اینکه به نظر من پسر اگه بخواد کاری رو انجام بده یا مثلا بخواد کسی رو خوشحال بکنه، همه کار میتونه بکنه. خیلی از جاها هستن به صورت اقساطی میتونی بری مسافرت، چرا ربطی داره؟ یه اقساطی که اینجوری دارید شما صحبت میکنید راجبش، پس حس میکنم که خانم خیلی یعنی پولی و مادیگر و اینا نیستش و دوست داره که دوست داره فقط به مقصد برسه، حالا هر طوری شده.